قسمت ششم، سرخور. اون روز درست اون قسمتی از موهای سرم که اون خانم دست کشیده بود سفید شد و بی دلیل رنگش رو از دست داد. بیچاره مامان توی بستر مریضی افتاد. همش تب و سردرد داشت بدون دلیل علمی. چند روز وضعیت خونه همین بود. منم از مامان مراقبت میکردم. 2 روز مونده بود به جمعه و قرار بله برون داشت نزدیک میشد. در حالی که دستمال خیس روی پیشونی مامان میذاشتم به بابا گفتم که بابا میشه به خانواده کمالی بگی که من قصد ازدواج ندارم و جمعه تشریف نیارن. بابا در حالی که با دونه‌های تسبیح بازی می‌کرد گفت که چرا نیان؟ چرا؟ این همه سختی کشیدیم و حرف شنیدیم. حالا دامادی به این خوبی که خدا حفظش کنه رو از دست بدیم؟ با ناراحتی و گریه گفت که بابا من شوهر نمیخوام. میبینی که چه بلایی سر مامان اومده. من مامانو مریض بذارم و برم پس کی ازش مراقبت کنه؟ میبینی که چند نفر رو کش. الان دست روی مامان گذاشته. زود اونا رو رد کنید چون مطمئنم این بار به شما 2 نفر آسیب میزنه. بابا نگران گفت که اینطوری که فکر میکنی نیست. رفتم با سید محسن حرف زدم و سید گفت که وقتی مادرت تونسته ببینه یعنی دیگه تو نمیبینیش. یه دعا هم نوشت که گذاشتم روی تاقچه. هر وقت مادرت بهتر شو انجامش میدین. انشالله که دیگه هیچ وقت نمیبینیش. از دستش یه جوری راحت میشی. اون خانم تونست لامپو بترکونه پس میتونه به ما هم آسیب برسونه. بابا گفت که نه نمیتونه آسیب بزنه چون اونا یعنی اجنه ها رو همزادها اجازه و توانایی هر کاری رو ندارن. مادرت هم به گفته یه دکتر شوک بهش وارد شده. کم کم خوب میشه. درسته که علت شوکشو نمیدونن ولی تشخیص دکتر درست بوده. اگه تو ازدواج کنی روحیش میره بالا و هر روز بهتر و بهتر میشه. هنوز حرف بابا تموم نشده بود که در حیاط به صدا درآمد. بابا رفت در رو باز کرد و خانواده کمال بودن. برای عیادت مامان اومده بودن. مادرش چند تا آب میوه دستش بود و کمالم یه دسته گل خیلی خوشگل. کمال خیلی مؤدب و با احترام دسته گل داد به من. با خجالت ازش گرفتم و تشکر کردم. مادر کمال رو به مامان گفت که الهی بمیرم. یهو چی شد؟ تو که خوب بودی. حتما گرمازده شدی. مامان به خاطر لکنتش صحبت نکرد و بابا به جاش جواب داد. گفت که نه گرمازدگی نیست. دکتر گفته که زود خوب میشه. برای مهمونا شربت آوردم و تعارف کردم. بعدم رفتم آشپزخونه تا میوه بیارم. حس کردم که دوباره پشت اون درخت اون حاله ایستاده. داره نگاه میکنه. به خاطر وضعیت مامان خیلی از دستش ناراحت و عصبی بودم. پس با دل و جرأت وصف ناپذیر رفتم سمت درخت. ناخنای بلندش رو دیدم که یهو ناپدید شد. انگار وقتی حس کرد که ازش نمیترسم از ترس جون خودش ناپدید شد. برگشتم و خواستم برای مهمونا با خوشحالی میوه ببرم که صدای گریه شنیدم. این بار ترسیدم و سریع رفتم داخل پیش مهمونا. از پذیرایی کنار مامان نشستم. کمال هر از گاهی زیر چشمی نگاه میکرد و لبخند میزد. مادر کمال به بابا گفت که اگه شما اجازه بدین چند روز دیگه که حال حاج خانم بهتر میشه یه نامزدی بگیریم. این 2 جوون رو به هم محرم کنیم چون دلم نمیخواد که رقیه از دستم بره. من که رقیه رو خیلی دوست دارم و مهرش به دلم نشسته. به سرم هم خیلی پسندیده. بابا قند توی دستش رو گذاشت روی بشقاب و گفت که ما هم مخالفتی نداریم. اجازه بدین که حاج خانم سرپا بشه. چشم. مادر کمال گفت که تا اون موقع دیر میشه. خودتون میدونین مسیر ما دوره. رفت آمد به خاطر خطرات جاده سخته. بعد رو به مامان کرد و ادامه داد. حاج خانم شما راضی میشید که این جوون فاصله ای بینشون نیفته؟ میدونم که راضی نمیشی. کما رقیه رو خیلی پسندیده. نمیخواد که از دستش بده. از هیچ کسی هم بدی شما رو نشیدم. جز اون خرافاتی که ما قبول نداریم. اجازه بدید که توی همین چند روز بین این 2 جوون عقد جاری بشه. مامان با تکون دادن سرش گفت که مخالفتی نداره. مادر کمال از مامان خواست که رضایت بده تا من و کمال زودتر عقد کنیم. مامان با حرکت سرش حرفش رو تایید کرد. با موافقت مامان مادر کمال زود از کیفش یه انگشتری رو در آورد و بعد بلند شد و اومد سمت من. گفت که لیاقتت نبود توی مراسم ساده انگشتر دستت کنم. اما مجبورم عروسم. عروس قشنگم. واقعا شرمندتم. انشالله بعداً یه جشن مفصل میگیریم و جبرانش میکنیم. انگشتر رو دستم کرد و چه نامزدی ساده و قشنگی بود. کمال از خوشحالی لبخند میزد.
انصافا من و خانوادم هم خوشحال بودیم. آخه هیچ کدوم از خواستگاریا تا این مرحله پیش نرفته بود. بابا گفت که شرمنده که پذیرایی بهتری از شما نشد. انشالله که خانمم بهتر شد یه روز دعوتتون میکنیم و جبران میکنیم. مادر کمال با اجازه بابا منو برد حیاط و گفت که دخترم، من نمیخوام زیاد بین نامزدی و عقد فاصله بیفته. به هر حال کمالم مرد و دوست داره که پیش خانومش باشه. انشالله مادرت بهتر شد و خیلی سریع یه مراسم میگیریم و عقد میشید. کمال خیلی خیلی ازت خوشش اومده. فقط از من خواست که ازت بپرسم که واقعا دلت باهاش هست یا نه. سرمو از خجالت انداختم پایین و مادر کمال با خنده گفت که پس حسابی مبارکتون باشه. بعد رفت از مامان بابا خداحافظی کرد تا در حیاط همراهیشون کردم. کمال از نبود بابا استفاده کرد و بهم گفت که چادر خیلی بهت میاد. بهش لبخند زدم و گفتم که ممنونم. اونا رفتن و منم برگشتم داخل اتاق. بابا تا منو دید گفت که دیدی کلام خدا که سید محسن نوشت طلسم شکوند؟ الان همزادت ولت کرده و رفته. دیگه کاری با کسی نداره. گفتم ولم نکرده. وقتی رفتم میوه بیارم پشت اون درخت دیدمش. وقتی اسم درخت رو آوردم بابا رفت توی فکر و یهو از جاش بلند شد و رفت بیرون. روزهای سختی رو با مامان گذروندیم تا در عرض 2 هفته تونست که سرپا بشه و حرف بزنه. بعد از بهبودی مامان از طریق پیغام قرار عقد گذاشته شد و روزش هم تعیین شد. عقد از اقوام کمال بود و قرار بود که اول عقد کنیم بعد یه جشن بگیریم. مادر کمال کلی برام خرید کرده بود و یه خانمم آورده بود که صورتمو اصلاح کنه. خونه شور و شوقی بود که بیا و ببین. آرایشگر وقتی شروع به کار کرد صدای هلهله و کل کشیدن کل فضای خونه رو پر کرد. همه فامیلای ما بودن که کمک دست مامان بودن و بزن و برقصی بود که صدای آه و ناله های من بابت درد اصلاح توش گم شده بود. وقتی کار آرایشگر تموم شد همه حیرون و با تعجب گفتن که وای وای که چقدر ناز شدی. حرفای زنونه‌ای که گفتنش اینجا جایز نیست. صورت پر از مو دخترونه من جاشو داد به ابروهای باریک و پوستی مثل پنبه. خیلی تغییر کرده بودم و قشنگ شده بودم. همونجا پاچه چادری که مادر کمال آورده بود و رو سرم کردم و با سلام و صلوات و بزن و برقص بریدن و کوک زدن. در نهایت اونم سرم کردن. شکلات روی سرم ریختن و کل میکشیدن. مامان اون روز به قدری خوشحال بود که هیچ وقت من اونطوری ندیده بودمش. دائم میرقصید. بعد از اصلاح مادر کمال اومد جلو و بوسم کرد. گفت که چقدر خوشگل شدی مادر. بعد 2 تا علنگو دستم کرد و یه گردنبندم انداخت. گفت که خوشبخت بشید عروسم. مامانم یه علنگو از طرف خودش و بابا بهم داد. بعدم صورتمو بوسید و آروم دم گوشم گفت که از اون که خبری نیست. نگاش کردم و گفتم که نه مامان نیستش. انگار ولم کرده و رفته پی کارش. مامان گفت که خدا کنه. من نمیدونم چرا دلشوره دارم. همش میترسم که یه اتفاقی بیفته. مامان راست میگفت چون منم با کوچکترین صدا میترسیدم. اما به کسی چیزی نمیگفتم. حتی نمیدونستم حرفی بزنم. چادر بریدن تموم شد و کم کم مهمونا رفتن و فقط کمال و مادرش موند. چون کمال اینا شهر دیگه زندگی میکردن مهمون زیادی نداشتن. حتی پدرش هم نیومده بود. برای همین شب موندن خونه ما. مامان با کمک مامان بزرگ برنج دم کردن و مرغ سرخ کردن تا شام آماده بشه. سالاد من درست کردم و همش توی آشپزخونه بودم و خجالت میکشیدم برم داخل و بابا منو نگاه کنه. کف آشپزخونه که گلیم پهن کرده بودیم یه کمی آشغال ریخته بود. اونا رو جارو کردم و نشستم و آب لیموی سالاد رو بریزم. یه لحظه به چادری که روی سرم بود نگاه کردم. با صدای سرفه‌ای از جا پریدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. کمال بود که با اون هیکل رعنا و نظامیش ایستاده بود. از اینکه با صدای سرفش منو ترسونده بود خجالت کشید و گفت که یالا. ته دلم گفتم که خسته نباشی، چقدر زود گفتی یالا. کمال میخواست برگرده که پشیمون شد و دوباره به طرف من چرخید. گفت که شرمنده، نمیخواستم بترسونمت. یه نفس عمیقی کشیدم و گفتم که دشمنت شرمنده. بابا این چه حرفیه؟ کاری داشتی؟ چیزی میخواستی؟ گفت که نه. حاج آقا یعنی عاقد اومد و گفتن که صدات کنم تا بیای برای خطبه عقد. یه لبخندی زدم و گفتم که چشم.
حتما. دستامو بشورم میام. کمال زود اومد شیر آبو باز کرد و منم مشغول شستن دستم شدم. کمال گفت که خیلی بهتون میاد. سرما انداختم پایین و گفتم که ممنونم. مادرتون زحمتشو کشیده. آره خیلی خوشگله. کمال گفت که نه، صورتتو میگم. خیلی خوشگل تر شدی. امیدوارم لیاقتتو داشته باشم. با این حرفش انرژی گرفتم و سرمو بالا آوردم. اما همون لحظه سماور استیل یه سایه کسی رو دیدم. نباید میترسیدم. میدونستم همون اطرافه. کمان از جلوی در کنار رفت و گفت که بریم داخل. همه منتظرن. گفتم بریم. من جلوتر از کمان راه افتادم و داخل اتاق شدیم و تا بابا رو دیدم از خجالت چادرم و جلوتر کشیدم. آقا محرمیت رو خوند و ما به هم محرم شدیم. قرار شد بعدن کمال از محضر وقت بگیره و عقدمون اونجا و توی شناسنامه ها ثبت بشه. عقد که تموم شد یهو برق قطع شد و همه جا تاریک شد. همه دنبال کبریتی یا چراغی یا حالا شمعی بودن. من با شنیدن صداهای ناله‌وار نتونستم از جام تکون بخورم. برگشتم و دیدم که کنارم نشسته و سرشو داره تکون میده. ناخنای بزرگش رو توی دستم فرو میکنه. گرمی خون و درد و خوب حس میکردم. زبونم بند اومده بود. اصلا تکون نمیتونستم بخورم. از درد دستم آروم اشک میریختم. وقتی بابا چراغ رو روشن کرد دیگه ازش خبری نبود، ولی دستم خونی و زخمی شده بود. زود با چادر روشو پوشوندم و خودمو به آشپزخونه رسوندم. مامان که تازه چراغ آشپزخونه رو روشن کرده بود با دیدن دست و چادر خونی زد توی سرش، اما صداشو در نیاورد. مامان بزرگم که تازه متوجه قضیه شده بود خیلی سریع در آشپزخونه رو بست و بقیه یه چند تا مهمونی مثل زنمو و بچه‌هاشون هنوز خونمون بودن، مخصوصا کمال و مادرش متوجه چیزی نشن. مامان بزرگم چادرمو سریع توی تش شست و صلوات فرستاد و گفت که به شوهر و مادرش بگو که چای ریخ روش. بعد زخم دستمو بستن و مامان شروع کرد به تعریف کردن. اون همه اتفاقا رو براش تعریف کرد. مادر بزرگم مامان بابا زد توی سرش و گفت که مقصر شمایید که مخفی میکنید. نمیگید براش دعا بگیرم. حیف این جوونا. مامان گفت که دعا گرفتیم. دوبارم گرفتیم. مریضی هم به خاطر اون بود چون به چشم خودم دیدمش. مامان بزرگ گفت که دوباره بگیرید، 10 باره بگیرید. یعنی اون جن انگار مامان بزرگ خودش هم ترسید و صلوات و بسم الله فرستاد که یهو برقا اومد. صدای صلوات از داخل اتاق بلند شد و رفتیم پیش مهمونا. یه چادر دیگه سرم کردم و گفتم که توی تاریکی چای ریخت توی چادرم. مادر کمال گفت که اشکالی نداره. آب برکت و روشناییه. این داستان ادامه داره.